مردی کرهای با قلبی شکست سخن میگوید. خنده های کودکان باید همچون ستارگان درخشان میماند، اما در میان آتش و گلوله خاموش شد. دست‌های گرم معلمان باید همچون نسیم بهاری امید می‌کاشت، اما تیغ جنگ آن را برید. من دین و ملیتی دیگر دارم، اما در برابر اندوه همه یکسانی. روح‌های شما در آرامش بیاساید، التسلی بر دل‌های بازماندگان بنشیند.